برج قوس تظاهرات دختران دیگر از انستیتوت دختران هرات به خاطر بند شدن این انستیتوت در مقام ولایت هرات. جامعه ترازی دختران هرات، امروز من و خواهر دستیده من یک جا شدیم تا صدای بی صدایمان را برای جهانیان برسانیم. کجا از جامعه جهانی، کجا از حقوق بشر، کجا از آنهایی که دم از عدالت میزنند؟ آیا من بشر نیستم؟ زنی بی سواد، همسری بی سواد و در آخر جامعه‌ای بی سواد. آخرین درد ما عادل نام نگرفتند آنهایی که با طناب عدالتشان به دار آویختند صدای مردم را.